سپس از استقلال هم امتیاز ستانیده توانست. این دسته 9 مرتبه سوپر جام تاجیکستان را به دست آورده است و اکنون همین طور صدای هشتک داور بلند می‌گردد و این ضربه کنجی است. تبریز دولتمیر باز هم رستم سایرов. اوی اوی ای صاحبان میدان ببینید چگونه رستم سایرов. اوی اوی گودسون اندکی پیشتر رفت و الکی موقعش نادرست بود، اشغال کرد، جای اشغال کردش و با همین طرز اکنون رستم سایرов با یک کارکرد جالبه که تبریز دولتمیر انجام داد و رستم رو به گل خاتمه بخشید. اکنون دسته خلبان همینجا بسیار خیلی خوب مساعدت کننده برابر نمودن حسابی باخوری اینجا استفاده کنند. بازیگران سفیدپوش میزبان کرامتالله سعیدov و کرامتالله ضربه را به نشان رسانید و حساب را توانست که برابر سازد 1-1. توجه میکنیم باری دیگر کرامتالله چون جریمه 11 متر را هم به ثمر رسانید و حساب را در آغاز دقیقه های اولین قسم دوم و همین طور اکن ژان گاتین بوده. ژان گاتین به میدان برآمد، فوتبالباز سیوم کمیرونی. این رقابت اکنون ثانیه های به شمار چون رستم توپ را هم به بازی می‌درآورد و همین طور هم شد. صدای هشتک داور بلند گردید.